عاشقم. از این زیباترم داری؟ حالا درد کجاست؟ درد اونجاست که ما ادعامون بشه که کار فرهنگی میکنیم، کار موسیقی میکنیم، شعر کار میکنیم، ولی بزرگامون رو نمیشناسیم. درد اونجاست، اونجایی که فرهنگ با مخ میخوره زمین اینجاست. حالا ما چه وظیفه‌ای داریم؟ من مهدی یغمایی به عنوان سفیر فرهنگی و هنری مجتمع محترم و وزین مهرآلمان باید چه بکنم؟ اگر مردم به من محبت دارن، اگر مردم منو میشناسن، یه موقع‌هایی شاید تو خلوتشون صدای من رو شنیدن، اگر اجرایی داشتم، کنسرتی داشتم اومدم، من باید براشون چیکار بکنم؟ من باید بیام بگم دین این اون آهنگساز بزرگ است، اگه نمیشناختیش بشناسش، اگر اینجا اومدی و شناختی در موردش حرف بزن، کاراشو بشنو، به بغل دستیت هم بگو، بذار همه مفاخر رو مردممون بشناسن، بذار بدونن اینا کلی از خاطراتی که شماها دارید تک به تک تو شریکن، هستن یا نیستن؟ کیه که بدونه بگه من در فلان لحظه باور کنو نشنیدم، مثلا حالم خوب نشده؟ اصلا هست کسی؟ برای من که اینجوری نیست، چون من باهاش زندگی کردم، ازش درس گرفتم، باهاش تمرین آواز کردم و چه از این بهتر که هر برنامه‌ای که میذاریم یکی از بزرگانمون معرفی بکنیم، یکی از آهنگسازا رو معرفی بکنیم، یکی از شاعرایی که کمتر در رابطه‌شون حرف زدیم در موردشون حرف بزنیم، آثارشون رو دوباره بازخوانی کنیم، ریویو کنیم و مردم رو بیشتر و بیشتر با این عزیزان آشنا کنیم. خب بریم اینجا ببینیم که با هم دیگه چند تمام سعیم بعد ساز نخواهد. از گل بسازی برای کوچه شب هنگام باشد، کمک کن با تب هم چی بسازی؟ گل بسازی، کمک کن سایه بونی از ترانه برای خواب ابریشم بسازی، کمک کن با کلام عاشقانه برای زخم شب